آغاز سال نو هجری خورشیدی در شهر کابل با مراسم ویژه جشن گرفته شد. شهرداری کابل نخستین لحظه های سال نو هجری خورشیدی را نیمه های دیشب با 45 دقیقه آتشبازی در شهر کابل جشن گرفت. جاوید استانکزئی گزارش می‌دهد. نخستین شب سال 1391 خورشیدی در یک مراسم ویژه آتشبازی از سوی شهرداری کابل تجلیل گرفته شد. نخستین شب سال 1391 با خوشی، شادمانی و آتشبازی در شهر کابل آغاز شد. پذیرفتن همدیگر، تساهل و تسامح، فراموش کردن کینه ها، دشمنی ها، رفتن به سوی همگرایی، اینا گپایی است که حضرت مولانا با شعرهایی که با بهار آمیخته است برای انسانها گفتند. در همین حال شماری از باشندگان کابل آغاز سال نو را با چنین شادمانی، هیجان و سرور جشن گرفتند. مردم بسیار خوش هستند و احساس بسیار خوب دارند. مسئله نو تمامی وطن خودم تبریک. در همین حال پلیس کابل از تأمین امنیت در روزهای نوروز در کابل خبر می‌دهد.